روز بخیر بینندگان عزیز. سرخط خبرها: دانشمند تاجیکی از اوکراین حمایت می‌کرد کشته شده است. شرکت واگنر گفته است دیگر زندانیان را به جنگ نمیبرد. قزاقستان شرایط کار برای مهاجران را سخت کرد. اردوغان اعتراف کرد کمک به آسیب دیدگان زمین لرزه کافی نبوده است. و مقامات اوکراینی و تاجیک تصدیق کردند که بیژن شاروپوف، دانشمند تاجیکی مقیم اوکراین، در جنگ بر ضد نیروهای روسیه کشته شده است. بیژن شاروپوف 34 ساله در اکادمی علم‌های اوکراین کار میکرد و شهروند این کشور بود. با نوشته دوستانش در شبکه‌های اجتماعی پس از هجوم بی‌دلیل روسیه او با حمایت اوکراین برخاست. الکساندر شربا، دیپلمات بلند مقام اوکراینی، روز 8 فوریه در صفحه‌اش در فیسبوک نوشته است که تشخیص DNK امکان داد جسد بیژن شاروپوف شناسایی شود. دیپلمات اوکراینی از او مبارز، دانشمند و وطن دوست نام برده است. با گفته دوستانش، بیژن شاروپوف ماه اپریل سال 2022 در شهر ایزیوم ولایت خارکوف ناپدید شده بود. با گفته یک دیپلمات تاجیک، مقامات اوکراین جسد بیژن را به خویشاوندانش سپردند. و یوگنی پریگوژین، مؤسس گروه خصوصی و نظامی واگنر، گفت که جلب زندانیان برای جنگ در اوکراین را بس کرده است. او روز 9 فوریه در پاسخ به درخواست یک رسانه روسی در شبکه‌های اجتماعی نوشته است که جلب زندانیان از طرف گروه خصوصی نظامی واگنر به تمام قطع شد. این گروه از تابستان سال 2022 به جلب محبوسان به جنگ اوکراین مشغول بود و شرطش این است که اگر تا نیم سال زنده مانند عفو می شوند. تاکنون جسد چندین زندانی تاجیک را که در جنگ اوکراین کشته شدند به والدانش در تاجیکستان سپردند و ظاهرا آنها را نیز گروه واگنر به جنگ برده است. رجب طیب اردوغان روز چهارشنبه اعتراف کرد که در کمک به آسیب دیدگان زمین لرزه مدهش در کشورش به کمبودی ها راه دادند. بنا به گزارشات، تعداد قربانیان زلزله روز 6 فوریه در ترکیه و سوریه به بیشتر از 15,000 نفر رسیده است. ساکنان شهرهای ویران شده عملکردهای حکومت را ناکافی نامیده و آن را تنقید می‌کنند. در سوریه به نوشته خبرگزاری فرانس پرس، تعداد قربانیان از 3,000 نفر هم گذشته است. سازمان ملل میگوید فلاکت طبیعی سبب مرگ هزاران کودک شده است. عین زمان بیشتر از 12,000 نجات بخش و 9,000 سرباز مشغول رفع عاقبت‌های زمین لرزه و یافتن بازماندگان بودند. دادگاه ولایت ختلان محاسبی سابق چند مکتب در ناحیه کوشانیان را برای قلابی و از خود کردن پول دولت به 11 سال زندان محکوم کرده است. دادستانی کل تاجیکستان روز 8 فوریه با نشر یک بیانیه رسمی گفت که سفرعلی محسیدینوف در مجموع با تهیه سندهای ساخته از سال 2019 تا سال 2022 تقریبا 190,000 سومانی و یا 11,000 دلار را به جیب خود زده است. با گفته دادستانی، یعقوب جان احمدوف، مدیر مکتب رقم 12 که در یک مورد به محسدینوف کمک کرده است، با امر دادگاه باید 12,800 سومانی جریمه پردازد و برای مدتی هم حق کار در مؤسسه های دولتی را ندارد. معلوم نیست این دو نفر تا کجا اتهام را قبول کردند و از بالای حکم دادگاه شکایت کردند. مقامات قزاقستان شرط‌های دادن اجازه اقامت به خارجیان را سخت‌تر کردند. در این باره وزارت کارهای داخلی قزاقستان خبر داده است. بر پایه تغییرات به قانون درباره مهاجرت که 6 ژانویه سال 2023 تهیه شده است، تنها خارجیان برای دریافت حق اقامت در قزاقستان مراجعت کرده می‌توانند که مهلت شناسنامه‌شان بیشتر از 6 ماه است. علاوه بر این، صاحب خانه‌ای که مهاجر در آنجا زندگی کردن می‌خواهد باید رسما رضایت دهد. هدف تغییرات به خاطر جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی گفته می شود. قزاقستان بعد روسیه کشور دومی است که تاجیکان بیشتر به مهاجرت کاری به آنجا می روند. در گذشته دهها مهاجر تاجیک را با گناه نقض قاعده بدوباش و گذشتن مهلت اقامت از قزاقستان
اخراج کرده بودند. از آخر سال 2021 به این طرف شهروندان تاجیکستان در صورت مشغول شدن به کار می توانند با گرفتن اجازت مهلت اقامتشان را در قلمرو قزاقستان 1 سال دراز کنند. خبری آخر: بانک ملی تاجیکستان برای روز 9 فوریه قرب 1000 روبل روسی را 143 سامانی، 1 دلار را 10 سامانی و 36 درم و 1 یورو را 11 سامانی و 11 درم مقرر کرده است. چون معمول قربی اسعار در بانک‌های تجارتی فرق می‌کند. خبرهای از این بیشتر در برنامه اخباری آزادی ساعت 17 به وقت مسکو و ساعت 19 به وقت دوشنبه تقدیم می‌شود. تا برنامه‌های دیگر، خدا نگهدار.